سلام، به داستان زندگی من خوش اومدین. ممنون که صدای منو مهمون خونه ها و لحظاتون کردین. بریم سراغ داستان و روایت جذاب امشب. من تینا هستم. 37 سالمه. یه خواهر دارم به اسم سیما که 2 سال از خودم بزرگتره. اون یه دختر سخت‌کوش و پرکاره. به اندازه 10 تا مرد کار میکنه. تو فامیل همه اونو به سرزندگی و تلاش میشناسن. میخوام امروز براتون داستان 15 سال پیشو تعریف کنم. اون موقع ها من 22 سال داشتم و تینا هم 24 ساله بود. یادم میاد روزی که میخواست کارگاه خیاطی بزنه، پدر و مادرم مخالفت کردن. اونا همش آیه یأس میخوندن و میگفتن دختر این کارا سرمایه میخواد. برشکست میشی، نکن این کارو. اما سیما گیدنده تر از این حرفا بود. همون سال دست به کار شد و کارگاه رو راه انداخت. با اندک سرمایه‌ای که داشت 3 تا چرخ خیاطی خرید و 2 تا کارگر گرفت. اون روزا من دانشجو بودم، دلم میخواست بهش کمک کنم تا کار و بارش استخون بگیره. روزایی که از دانشگاه می اومدم میرفتم کارگاه پیشش. اون سخت کار میکرد. منم تا دیر وقت بهش کمک میکردم. من و سیما و 2 تا کارگر شب و روز تلاش میکردیم. یادم نمیره اولین مشتری که اومد به طور عمده از ما لباس گرفت چقدر شاد شدیم. اون شب ما جشن گرفتیم. ما یه سفارش بزرگ گرفته بودیم و این یعنی شروع موفقیت. کارگاه روز به روز داشت جون میگرفت. انگار هر چرخی که صدای تیک تاکش توی کارگاه میپیچید یه قدم ما رو جلو پرت میکرد. اون روزا دیگه اون کارگاه کوچیک و نقلی تبدیل شده بود به یه تولیدی که اسمش تو کل شهر پیچیده بود. تولیدی سیما. 20 تا چرخ خیاطی داشتیم که انگار 20 تا آدم کوکی بدون وقفه میدوختن و طرح میزدن. اونقدر کاربارمون سکه شده بود که دیگه لازم نبود ما دنبال مشتری بدویم. مشتریا بودن که صف میکشیدن تا از سیما جنس بگیرن. حالا دیگه من بودم و خواهر شیرزنم سیما. البته در واقع کارگاه مال سیما بود. اون مغز متفکر و صاحب اختیار اونجا بود. من فقط کمک دستش بودم. ولی خب اونقدر بهم حقوق خوب میداد که هیچ وقت احساس نمی کردم کارمند خواهر خودم هستم. حس می کردم شریکش هستم. شریک روزای سخت و حالا روزای پر از پول و موفقیتش. اون روزا یه مشتری خاص و پراپا قرص داشتیم به اسم سیامک مهرابی. مردی که بساط زندگی منو از این رو به اون رو کرد. سیامک مردی با وقار و خوشتیپ بود. از اونایی که وقتی وارد مغازه می شد انگار یه انرژی مثبت با خودش می آورد. بوی ادکلونش تو فضا می پیچید و آدمو از خود بی خود می کرد. سیامک صاحب چند تا بوتیک بزرگ تو مرکز شهر بود. اون هر ماه می اومد کارگاه سیما تا جنسای جدید رو گلچین کنه و با خودش ببره. یادم اون روزا چقدر با سیما به خاطر سیامک می خندیدیم. سیما همیشه می گفت تینا حواست هست سیامک چطور با احترام با تو حرف میزنه؟ دقت کردی وقتی نگات میکنه چشماش برق میزنه؟ با اینکه حرفاشو تا حدودی قبول داشتم اما خودمو میزدم به اون راهو میگفتم بابا اون فقط یه مشتریه، فقط به خاطر بردن جنس میاد، با من چی کار داره؟ اینو زبونم میگفت اما دلم یه چیز دیگه میگفت. تا اینکه اون روز مهم رسید، روزی که همه چی رو واسه من تغییر داد. اون روز سیامک اومد تو دفتر کارگاه. سیما نبود. واسه یه کار مهم رفته بود بیرون کارگاه. من و آقای مهرابی یه چای خوردیم و بعد از کلی صحبت کاری و سفارشات معمولی هر ماه یهو بحث عوض شد و سیامک سرشو انداخت پایین و با یه صدای آروم که پر از لرزش بود گفت تینا خانم،
راستش من سالهاست شما را زیر نظر دارم. از همون وقتی که واسه اولین بار اومدم اینجا و شما را دیدم. راستش از همون روز اول به شما حس خاصی داشتم. کم کم با گذشت زمان این حس به یه علاقه پررنگ تبدیل شد. به طوری که دیگه فقط به خاطر جنس نمی اومدم اینجا و بیشتر برای دیدن شما می اومدم. حالا اومدم اینجا که بهتون یه چیزی بگم. میخوام اگه اجازه بدین با خانواده بیام خدمتتون برای خواستگاری. حرفای اون روز سیامک متفاوت‌تر از هر روز بود. اصلا انتظار نداشتم که یهو و بدون مقدمه ازم خواستگاری کنه. اونقدر استرس داشتم که قلبم داشت از سینم میزد بیرون. چند دقیقه بعد از رفتن سیامک سیما برگشت کارگاه. مستقیم رفت تو دفتر کارش. سری رفتم پیش سیما و قضیه خواستگاری سیامک رو بهش گفتم. یه دفعه انگار دنیا رو بهش داده باشن. پرید تو بغلم و منو غرق در بوسه کرد. اونقدر خوشحال شد که من خودم نشدم. اون شب موضوع با مادر و پدرم مطرح کردم. من و سیما اونقدر از خوبی‌های سیامک گفتیم که اصلا نتونستن مخالفت کنن. چند روز بعد سیامک به همراه خانواده‌اش واسه خواستگاری از من اومد خونمون. مراسم خواستگاری و بله برون خیلی سریع گذشت. همچنین مراسم نامزدی و عقد و عروسی. شبی که خودم رو تو لباس سفید کنار سیامک می دیدم. انگار رو ابرا داشتم راه می رفتم. انگار دنیا مال من بود. یه جوری پیش اقوام آشنا به سیامک پست می دادم که انگار فقط همین یه مرد تو دنیا بود. سیامک واقعا تعریفی بود. هم خوشتیپ، هم خوش قیافه و پولدار و جنتلمن. از اون شب به بعد من و سیامک زندگی مشترکمون رو با هم شروع کردیم. اما این ازدواج باعث نشد که از سیما فاصله بگیرم. من با این شرط با سیامک ازدواج کرده بودم که رابطه من و سیما رو با هم قطع نکنه. میخواستم هر روز برم کارگاه به سیما کمک کنم. نمیخواستم تو اون شرایط که کارش رو به پیشرفت بود تنهاش بذارم. هر روز صبح زود بعد از اینکه سیامک میرفت سر کارش من هم لباس تنم میکردم و میرفتم کارگاه پیش سیما. با اینکه کلی کارگر اونجا کار میکرد اما احساس میکردم سیما تنهاست و یه شخص دلسوز و مورد اعتماد میخواد که کنار دستش باشه. من طاقت نداشتم اون همه فشار کاری رو دوشش باشه. روزایی که تو خونه بودم و حوصله‌ام سر میرفتم پیش سیما و غروب سیامک میومد دنبالم و میرفتیم خونه خودمون. روزها به همین منوال در حال سپری شدن بود تا اینکه یه روز یه اتفاق شیرین و امیدوار کننده توی زندگیم افتاد و اونم چیزی نبود جز بارداری من. وای که چه شبی بود. هیچ وقت شور و شادی اون شب رو فراموش نمی کنم. سیامک از خوشحالی نمیدونست چی کار کنه. مثل دیوونه ها برگه آزمایش رو میبوسید و بالا و پایین میپرید. سیما هم که دیگه جای خود داشت. انگار خودش قرار بود مادر بشه. اون روزا یه شادی قشنگ به زندگی ما وارد شده بود. با اینکه باردار بودم اما نمیتونستم زیاد تو خونه بمونم. دلم میخواست برم بیرون. من زنی نبودم که از صبح تا شب تو خونه دوام بیارم. تا ماه 4 با اینکه شکمم یواش یواش داشت بزرگ میشد بازم میرفتم کارگاه. سیما نگران من بود. همش میگفت تینا تو رو خدا بشین تو خونت، اینجوری اذیت میشی. تو برو خونه استراحت کن، من هر روز میام بهت سر میزنم. ولی من گوشم بدهکار نبود. نمیخواستم تا موقع زایمان دست رو دست بذارم و بخورم و بخوابم. تا اینکه یه شب سیامک اعتراضش در اومد نشست جلوم، دستشو گذاشت روی شونم و با لحن جدی گفت تینا عزیزم، من دیگه راضی نیستم بری سر کار. من به اندازه کافی پول در میارم، دلم نمیخواد تو بری سر کار. تو باید استراحت کنی. هم به خاطر خودت هم به خاطر این طفل معصوم که توی شکمته.
این بچه باید سالم به دنیا بیاد. تو خسته ای، نترس. کارگاه هم که دیگه رو رواله. بشین خونه، فقط به استراحت فکر کن. با اینکه قلباً راضی به این کار نبودم، اما حرف سیامک رو گوش کردم و واسه اولین بار خونه نشین شدم. روزهای اول خیلی برام سخت بود. من که عادت کرده بودم به صدای چرخ خیاطی و بوی نخ و پارچه های بریده. حالا باید تو سکوت خونه می نشستم و منتظر به دنیا آمدن بچه می موندم. سیما همونطوری که قول داده بود هر روز می اومد به دیدنم و به هم سر می زد. برام میوه های گرون قیمت، داروهای تقویتی و کلی خوراکی های خوشمزه می آورد. همش دست می کشی روی شکمم و قربون صدقه بچه‌ای می رفت که هنوز نیومده. اون فسقلی عزیز دردونه هممون شده بود و چند نفر رو به انتظار گذاشته بود. چند روز بعد من و سیامک به سونوگرافی رفتیم. میخواستیم بدونیم جنسیت بچه چیه. وقتی دکتر به همون گفت پسره، از شدت خوشحالی میخواستم پرواز کنم. من داداش نداشتم، به همین خاطر دلم میخواست پسر باشه. اما سیامک چون 4 برادر داشت دلش میخواست دختر باشه. همه چی خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه اون اتفاق ناگوار و ترسناک برام پیش اومد. درست وقتی که 8 ماهه بودم و انتظار به دنیا آمدن پسرم رو میکشیدم، اون فاجعه بد رخ داد. یه شب که خواب بودم یه دفعه با یه درد شدید تو شکم و کمر از خواب بیدار شدم. تمام بدنم درد گرفته بود. انگار بند بند استخونام داشتن از هم جدا می شدن. حس کردم دنیا داره دور سرم می چرخه. حالت تهوع شدید داشتم. جوری که نفسم بالا نمی اومد. سردرد وحشتناکی داشتم که انگار داشتن مغزم رو با چکش می کوبیدن. سیامک کنارم خوابیده بود. تکونش دادم، بیدار نشد. خوابش خیلی سنگین بود. با صدای بلند داد زدم و صداش کردم. سیامک با شنیدن صدای جیغ من از خواب پرید و وقتی منو با اون حال و روز دید نگران شد. سریع کمک کرد لباسامو بپوشم و بعد از اون در حالی که هول بود منو رسون بیمارستان. فکر می‌کردم وقت زایمانم نزدیک شده. به همین خاطر کیف لباسای بچه رو هم همراه خودمون بردیم. اون شب سریع دکتر اومد بالای سرم. وقتی معاینم کرد یهو رنگش پرید. سیامک با نگرانی پرسید حالش چطور خانم دکتر؟ دکتر سریع تکون داد و گفت فعلا مطمئن نیستم. صبر داشته باشین. بعد هم رو به پرستاری که اونجا بود کرد و گفت ببریدش اتاق عمل. دلم شور میزد. نگاه‌های دکتر نگران کننده بود. انگار اخبار بدی داشت اما به زبان نمی آورد. منو به اتاق عمل بردن. از شدت درد داشتم به خودم می پیچیدم. منو بیهوش کردن و بعد از اون چیزی یادم نمیاد. وقتی به هوش اومدم خودم رو روی تخت بیمارستان دیدم. در حالی که شکمم رفته بود داخل. احساس سبک بودن داشتم. اطرافو نگاه کردم. یه دفعه با چشمای خیس سیامک روبرو شدم. یهو دلم ریخت. نگران شدم. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و ناراحتی سیامک به خاطر چیه. سعی کردم بشینم اما نتونستم. رو به سیامک کردم و با نگرانی گفتم سیامک چی شده؟ چرا چشمات قرمزه؟ جوابی نداد. صدامو بالاتر بردم و با صدای لرزون پرسیدم بچه حالش خوبه؟ یهو زد زیر گریه. قلبم لرزید. نفسم ایستاد. با گریه گفتم حرف بزن سیامک، بچه کجاست؟ اشکاشو پاک کرد و گفت متاسفم تینا. دکترها گفتن بچه چند روزی بوده که توی شکمت ایست قلبی کرده و مرده. وقتی این جمله رو شنیدم انگار یه تیکه از قلبم رو با چاقوی تیز باریدن. با صدای آغشته به اشک گفتم اما اون حالش خوب بود، تو شکمم میزد. خودم حرکتاشو میدیدم و حس میکردم. سیامک چیزی نگفت. فقط گریه کرد. گریه
در فراق بچه‌ای که حتی یه بار بغلش نکرده بود. اون روز دکترا تو اتاق عمل، تو عالم بیهوشی منو عمل کرده بودن و اون بچه شیرینی که دیگه وجود نداشت رو از شکمم بیرون آورده بودن. فردای اون روز من با دلی شکسته و آرزویی خورد شده برگشتم خونه. اما انگار روحم تو اون تخت بیمارستان جا مونده بود. مدتی افسرده شدم. سیاه تاریک مثل شبهای بی‌مهتاب. روزا برام مثل سال میگذشت. سیما همش پیش من بود. گریه میکرد. بهم التماس میکرد که یه چیزی بخورم. ولی من دیگه هیچ چیزی برام معنی نداشت. خورد و خوراکم و خوابم شده بود اشک و آه و حسرت. روزا میگذشت و من کم کم به اون شرایط عادت کردم. کمی دلم آرومتر شده بود. به دستور پزشک روانکاو سعی کردم با ورزش و شنیدن موسیقی آرام بخش به خودم روحیه و انرژی مثبت بدم. تا حدودی هم البته موفق بودم. بعد از چند ماه دوری از کارگاه و خونه موندن دیدم دارم میپوسم. دیدم اگه تو خونه بمونم دیوونه میشم. به همین خاطر تصمیم گرفتم برم کارگاه و اونجا خودم رو سرگرم کنم تا از فکر و خیال باطل فاصله بگیرم. در مدت نبودن من کارگاه هیچ تغییر نکرده بود. همه چی سر جاش بود. کارگرها مثل سابق پشت چرخهای خیاطی کار میکردن. سیما پشت میز به کار رسیدگی میکرد. شوهرم سیامک هنوز هم مشتری اول کارگاه خواهرم بود و باز هم از اونجا خرید میکرد. وقتی پامو گذاشتم تو کارگاه، بوی پارچه و نخ تازه، بوی تلاش و زندگی دوباره به مشامم خورد و سرشار از زندگی و امید شدم. انگار دوباره داشتم نفس میکشیدم. همین که پامو گذاشتم داخل کارگاه، کارگرها به استقبالم اومدن و به هم خوش آمدگویی گفتن. سیما با دیدنم بعد از اون همه مدت سراسیمه و با لب خندون دوید سمتم و منو بغل کرد. چقدر از دیدنم خوشحال بود. همونطور که من بودم. اون روز دوباره نشستم پشت چرخ و شروع کردم به دوختن. میخواستم با سوزن چرخ درد دلم رو بدوزم و فراموشش کنم. میخواستم اونقدر سرگرم بشم که فرصت فکر کردن به قصه هامو نداشته باشم. اون روزا سیامک کار و بارش روز به روز بهتر میشد. هر روز با لبخند و با کلی سفارش جدید میومد پیشم. با هم شوخی میکرد، سعی میکرد به هم روحیه و انگیزه بده. غافل از اینکه تو دل من طوفانی بود که حتی با صدای چرخا هم آروم نمیگرفت. روزهای سختی رو داشتم میگذروندم. من که دوباره به کارگاه برگشته بودم. با کار و تلاش سیما و سیامک سعی میکردم اون حفره‌ای که توی دلم به خاطر از دست دادن بچم ایجاد شده بود رو با دوختن و پارچه پر کنم. اما روزگار سیما با من فرق داشت. خواهرم سیما، اون دختر آهنین، انگار با چرخ خیاطی ازدواج کرده بود. با اینکه سنش داشت بالا میرفت. هر بار که خواستگار براش میومد جواب رد میداد. یه روز خواستگار براش اومد. یه مرد حسابی، پولدار، با کلاس که مشخص بود میتونه خوشبختش کنه. مامان و بابا که کلی ذوق زده بودن. مدام تو گوش سیما میخوندن که دختر، این از اون موقعیت هاست که دیگه تکرار نمیشه. اینقدر زیر بخت خودت نزن. دیگه از این خواستگارا برات نمیاد. اما سیما بعد از شنیدن اون همه نصیحت یه لبخند تصنعی زد و آخر سر هم خیلی محترمانه ردش کرد و گفت مامان، بابا، من با این کارگاه و این مشتریا خوشبختم. دلم نمیخواد هیچ کس بیاد و نظم دنیای منو به هم بزنه. سیما اصلاً به ازدواج فکر هم نمیکرد. با دنیای خودش راضی بود و عشق میکرد. چند ماه تو همین حال و هوا گذشت. کارگاه رونق عجیبی گرفته بود. سیما به قول معروف داشت پول پارو میکرد.
و من هم از موفقیتاش خوشحال بودم. یه روز صبح تو خونه تنها بودم. سیامک رفته بود سر کار. میز صبحونه هنوز جمع نشده بود. نشستم پشت میز. یه چای واسه خودم ریختم. داشتم چای میخوردم. یه حس غریبی اومد سراغم. انگار یه چیزی توی وجودم عوض شده بود. دلم یه حالت خاص بود. حالتی که نمیتونم توضیحش بدم. تاریخ آخرین ماهیانه رو چک کردم. چند روز ازش گذشته بود. حد زدم بار دارم. اما فعلا به کسی چیزی نگفتم. نمیخواستم امید الکی به کسی بدم. لباسمو پوشیدم. با تردید رفتم آزمایشگاه. و وقتی جواب رو گرفتم احساس کردم 2 بال بزرگ در آوردم. و دارن منو به بالا میبرن. آره، من دوباره باردار شده بودم. دوباره امید در من جوانه زده بود. شادی به زندگی من پا گذاشته بود. خواستم به سیامک تلفن بزنم و همه چی رو بهش بگم، اما پشیمان شدم. با خودم گفتم نه، تلفنی نمیشه. این خبر خوش رو باید حضوری بهش بدم. اون روز خونه رو تمیز و مرتب کردم. یه شام خوشمزه که سیامک دوست داشت پختم و منتظر اومدن شوهرم موندم. سیامک همین که پاشو گذاشت تو خونه حس کرد خبراییه. با دیدن خنده روی لبهای من کنجکاو شد و گفت چی شده تینا؟ خوشحال به نظر میرسی. دست خودم نبود. اشکام فوری از چشمام حلقه زدن. با صدای لرزون اما پر از شوق رو به سیامک کردم و گفتم من باردارم. یه دفعه چشماش پر از اشک شد. منو بغل کرد و توی گوشم گفت عاشقتم تینا. اون جمله تا مدت‌ها تو گوشم زنگ زد و منو روی ابرا برد. روز بعد ماجرا رو به پدر و مادرم و سیما گفتم. اونا هم مثل سیامک ذوق زده شدن و به هم تبریک گفتن. این بار هم جشن و پایکوبی به پا شد. اما این دفعه داستان با دفعه قبلی فرق داشت. سیامک دیگه اون سیامک قبل نبود. ترس تو وجودش رخنه کرده بود. یه شب نشست رو بروم. دستامو گرفت و با صدایی که از ته گلوش می اومد گفت تینا، من طاقت یه شکست دیگر رو ندارم. اون دفعه دکتر گفت باید استراحت کنی، نکردی، همش رفتی کارگاه. ولی این دفعه دیگه از این خبرا نیست. این دفعه باید توی خونه حبس بشی. نمیذارم حتی یه قدم اضافه برداری. با اینکه برام سخت بود، اما مجبور بودم قبول کنم. من نمیخواستم یه بار دیگه بچه‌مو از دست بدم. حتی اگه لازم میشد به جای چند ماه چند سال تو خونه بمونم. و اینطوری بود که دوران خانه نشینی اجباری من شروع شد. اون روزا خونه برام شده بود مثل یه قفس طلایی. سیامک برای اینکه حوصله‌ام سر نره هر روز با یک کیسه پر از وسایل برمیگشت. پازل‌های 1000 تکه، CD فیلم‌های سینمایی، کتاب، بازی‌های مختلف، چیزایی که باشون سرگرم بشم و از خونه بیرون نرم. اوایل فکر می‌کردم با همونو سرگرم میشم. ولی بعد از یه هفته دیگه دیوارا داشت خفم می‌کرد. دلم واسه یه کارگاه تنگ شده بود. سیما هم که دیگه وقت نمی‌کرد هر روز بیاد پیشم. ولی همیشه به یادم بود و به هم زنگ می‌زد. هر چند روز یک بار یا خودش یا یکی از کارگراش با یه جعبه میوه، خوراکی‌های مقوی و داروهای تقویتی که دکتر تجویز کرده بود میومد خونه. گاهی هم مامان برام غذاهای خوشمزه درست میکرد و سیما با ذوق برام می آورد. نمیدونم چرا با وجود شرایط عادی و مراقبت‌های شبانه روز سیامک و سیما بازم دلم شور میزد. بچم خیلی خوب و روون تو شکمم تکون میخورد و من با وجود این بازم ته دلم یه دلهوره مبهم داشتم. یه ترس خفه کننده که سعی میکردم با نگاه کردن به پازل‌های نیمه تموم سرکوبش کنم. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و بالاخره ماه 8 بارداری من از راه رسید.
همون ماهی که اون دفعه کابوسمون شده بود. سعی می‌کردم بهش فکر نکنم. سعی می‌کردم به خودم تلقین کنم که این دفعه با دفعه قبل فرق داره. سیامک سعی می‌کرد با حرفاش اون استرس رو ازم دور کنه. همش میگفت تینا تو سالمی. دکتر گفته این دفعه همه چی عالیه. اصلا نگران نباش عزیزم. من سعی می‌کردم که آروم باشم. اما اون اضطراب دست خودم نبود. تو جونم ریشه کرده بود. انگار تاریخ تلخ زندگی من داشت دوباره تکرار می شد. دقیقاً همون روزا. وقتی 8 ماهه بودم یه شب حالم بد شد. باز همون حالت تهوع لعنتی. باز همون سرگیجایی که حس می کردم زمین زیر پام خالی شده. باز اون دردهای شدید آزاردهنده. اون شب سیامک با دستپاچگی منو برد بیمارستان. چقدر همه چی داشت شبیه دفعه قبل پیش می رفت. زیر لب فقط دعا می کردم. نذر می کردم از خدا کمک می خواستم که این بار بچه‌مو ازم نگیره. وقتی به بیمارستان رسیدیم دکتر دوباره معاینه کرد و دوباره مثل قبل بهم نگاه کرد. همون نگاه سرد و بیروح که قلبمو از جا می کند. وقتی اون دستگاه لعنتی سونوگرافی رو روی شکمم چرخوند و اون سکوت مرگبار توی اتاق پیچید فهمیدم که دوباره همون آشه و همون کاسه. وقتی سکوت دکتر رو دیدم با بیقراری گفتم خانم دکتر تو رو خدا نگید بچه حالش خوب نیست. من دیگه تحمل شنیدن این خبر رو ندارم. دکتر آهی کشید و با یه لحن سرد و بیروح گفت متاسفم. بچه دوباره ایست قلبی کرده. یه دفعه دنیا تو سرم خراب شد. نه این امکان نداشت. چرا این اتفاق واسه من میافتاد؟ چرا دوباره تو ماه 8 بچه باید بمیره؟ نه این دیگه فقط یه اتفاق نبود. انگار یه نفرین روی زندگی ما سایه انداخته بود. یه نفرین و طلسم سنگین که زندگی و خوشبختی منو هدف گرفته بود. اون شب باز هم بچه رو از دست دادم. باز هم از امید خالی شدم و با شکمی خالی و آغوشی خالی تر برگشتیم خونه. سکوت بین من و سیامک دیگه اون سکوت پر از امید قبل نبود. با اتفاقی که افتاده بود سیامک انگار یهو 10 سال پیر شد. درست مثل من که از درون پوسیده شده بودم. سیامک دیگه اون مرد مهربون و خندون نبود. عصبی شده بود. مدام سیگار میکشید و تو خونه راه میرفت. دیگه با هم حرف نمیزد. انگار منو مقصر این اتفاق میدونست. یا شاید هم مقصر بیهوده بودن تمام اون تلاشا. هر وقت نگاه میکرد انگار یه غریبه رو میدید. اون خونه، اون دیوارا، اون پازل‌های نیمه تموم که حالا انگار داشتن به بدبختی من دهنکجی میکردن. همه چی به هم حس خفگی میداد. زندگی اونم برای بار دوم داشت از دستم لیز میخورد و من حتی نمیدونستم کجای کارم اشتباهه. افسردگی مثل یه پتوی سنگین و سیاه روی شونه هم افتاده بود و سیامک دیگه کنارم نبود. حتی وقتی کنارم نشسته بود اونقدر با هم فاصله داشتیم که فریاد قصه هامون رو از چشمای همدیگه نمیشنیدیم. روزها میگذشت و خونه برام شده بود مثل یه میدون مین. سیامک دیگه اون مرد مهربون سابق نبود. انگار یه هیولای عصبی جای اون رو گرفته بود. هر روز که میگذشت بد دهن‌تر و بیقرارتر میشد. انگار دنبال یه کبریت میگشت که بهونه کنه و انبار باروت خونه رو باهاش منفجر کنه. کوچکترین چیزا، مثلا اینکه چرا چای سرد شده یا چرا روی تلویزیون خاک نشسته، تبدیل میشد به یه جنگ جهانی. و من هم که هنوز داغ اون بچه دوم رو روی سینه داشتم و روحم 1000 تیکه شده بود، دیگه جونی برام نمونده بود که بخوام باهاش بجنگم. فقط گریه می کردم. ولی همین گریه های من مثل بنزین بود روی آتیش خشممون.
یه روز که بحثمون سر یه موضوع کاملا بی اهمیت بالا گرفت، سیامک یهو جوری فریاد زد که انگار تمام خشم این 2 سال رو جمع کرده بود توی حنجرش. انگار داشت توی چشمای من دنبال یه قاتل میگشت. یهو با نهایت خشم به هم توپید و گفت همش تقصیر توئه که بچه هامون میمیرن. تو داری عمدن کاری میکنی که اونا بمیرن. شاید میخوای منو با این کارات زجر بدی. باورم نمیشد که درباره من اونجوری حرف میزد. حرفاش مثل خنجری تیز نشست توی قلبم. تهمت‌های بدی بهم زد که حتی شنیدنش هم دردناک بود. اون به من گفت که مقصر مرگ بچه ها منم. اینو گفت و من فقط با دهنی باز با چشمایی که از حدقه زده بود بیرون نگاهش کردم. داشتم میلرزیدم. صدام در نمی اومد. تحمل شنیدن اون همه تهمت رو نداشتم. تمام توانم رو جمع کردم و داد زدم تو یه حیوانی سیامک. چطور میتونی به من که مادر اون بچه ها بودم این تهمت رو بچسبونی؟ به من که در اندوه اونا مثل شمع سوختم. یه دفعه انگار سیامک اختیار از کف داد. دستشو واسه اولین بار بالا برد و یهو ضربه سنگین دستش نشست روی صورتم. بعدش دومی، سومی، نمیدونم چقدر طول کشید. فقط یادم صدای حقحق خودم تو گوشم میپیچید و بوی تلخ سیگار سیامک که قاطی شده بود با بوی خونی که از دماغم میومد. اونقدر منو زد که خسته شد و بالاخره منو ول کرد و نفس زنان رفت نشست روی مبل. من همونجا روی فرش وسط پذیرایی مچاله شدم. صورتم میسوخت. بدنم از شدت کتک‌هایی که خورده بودم درد میکرد. ولی قلبم داشت از درد توهین‌هایی که بهم شده بود آتیش میگرفت. همون شب بدون اینکه حتی لباسمو بردارم فقط یه مانتو پوشیدم و از خونه زدم بیرون. واسه ترک کردن اون خونه و سیامک پاهام میلرزید. ولی میدونستم اگه 1 ساعت دیگه اونجا بمونم شاید تا صبح زنده نمونم. تو کوچه ها با خستگی و درد راه افتادم به سمت خونه پدرم. نصف شب رسیدم اونجا. وقتی پدر و مادرم درو باز کردن، اون کبودی وحشتناک زیر چشمم رو دیدن، صدای جیغ و شیون مامانم رفت هوا. سیما که با دیدن من انگار دنیا براش تیره و تار شده بود بغلم کرد. زد زیر گریه. اون که همیشه صبور بود با دیدن حال و روز آشفته من اونقدر خشمگین بود که میخواست همون لحظه بره سراغ سیامک. پدرم که همیشه آدم آرومی بود وقتی ماجرا رو شنید با خشمی که سعی میکرد بروز نده و با صدای لرزون گفت دخترم، از قدیم گفتن دندونی که لق میشه و باید در آورد و انداختش دور. این مرد دیگه مرد زندگی نیست. این زندگی نیست که داری، بیشتر شبیه جهنمه. پدرم راست میگفت. سیامک دیگه اون آدم سابق نبود. بعد از اینکه 2 بار بچه‌مو از دست دادم کاملا عوض شد. همون شب تصمیمم رو گرفتم. نه به خاطر کتک‌هایی که بهم زده بود. نه به خاطر اون تهمتی که بهم زد. بیشتر به خاطر اینکه احساس میکردم اون دیگه نمیخواد با من زندگیشو ادامه بده و داره بهانه تراشی میکنه. فردای اون روز یه وکیل گرفتم و درخواست طلاق دادم. مسیر دادگاه و دفترخونه برام مثل راه رفتن روی خورد شیشه بود. برام سخت بود مهر طلاق بخوره آخر شناسنامه‌ام. ولی چه میشه کرد؟ یا باید اونو انتخاب میکردم یا موندن کنار مردی که نمیخواست با هم زندگی رو ادامه بده. چند روز بعد من و سیامک توافقی از هم جدا شدیم. صیغه طلاقمون که صادر شد انگار یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شد. اما در عوض یه پوچی مطلق جاشو گرفت. افسردگی بعد از طلاق با داغ بچه ها و
اون کتک‌ها قاطی شد و من شدم یه مرده متحرک. شب و روز نداشتم. کار میکردم نه برای پول، برای اینکه نذارم فکرای سیاه مغزم رو بخوره، برای اینکه سرگرم بشم و از فکر و خیال فاصله بگیرم. دوباره پناه بردم به همون کارگاه سیما، همونجا که همه چیز ازش شروع شده بود. بوی پارچه‌های مختلف و صدای تق تق چرخ‌ها تنها چیزی بود که به هم حس خوبی میداد. سیما دیگه نمیذاشت تنها بمونم. هر جا میرفت منو هم با خودش میبرد. وقتی پشت چرخ می نشستم و سوزن رو می کشیدم روی پارچه، انگار داشتم زخمای خودم رو بخیه می زدم. از اون روز به بعد سیامک رو دیگه ندیدم. ولی اسمش همیشه مثل یه لکه سیاه رو پرونده زندگی موند. من موندم و سیما و کارگاهی که حالا دیگه فقط برای اون نبود. برای ما دوتا بود. من دیگه اون تینای 22 ساله دانشجو نبودم. حالا یه زن شکست خورده بودم که یاد گرفته بود چطور تو اوج تنهایی با صدای چرخ خیاطی برای خودش لالایی بخونه. هر بار که پارچه‌ای رو برش می زدم به خودم می گفتم تینا تو زنده ای، هنوز نفس می کشی. پس می تونی دوباره به روزای اوج برسی. تو می تونی به بزرگترین آرزوهات برسی. فقط باید گذشته رو فراموش کنی و به روبرو نگاه کنی. اون روزا سیما همش با هم حرف می زد. قصه های بانمک از مشتریای گوناگون، قصه از مدل های جدید لباس، از همه چی برام می گفت. اون میخواست منو دوباره به زندگی برگردونه. با اینکه از درون مرده بودم، اما باز هم تلاشم رو میکردم که لبخند کمرنگی روی لبام بشینه. ولی ته دلم یه جای خیلی دوری که دست هیچ کس بهش نمیرسید، هنوز همون تینایی بودم که تو 8 ماهگی بارداریش همه چیزو توی بیمارستان جا گذاشته بود. روزها پشت سر هم میگذشتن و انگار زمان مثل یه مرهم کم اثر داشت تیکه های شکسته وجودم رو کنار هم میچسبون. سیامک دیگه دوروبر کارگاه آفتابی نشد. نه برای خرید عمده می اومد، نه خبری ازش داشتم. انگار اون آدم و اون فصل تلخ زندگیم کلاً غیب شده بود و رفته بود پی کارش. یه روز عصر پشت چرخ خیاطی مشغول کار بودم که سیما صدام کرد برم دفترش. با اون نگاه مهربون همیشگیش دستمو گرفت و گفت تینا، کارگاه دیگه به سقف خودش رسیده. ما اینقدر رشد کردیم که دیگه جای رشد بیشتری نمونده. بهتره عمر تو پشت این چرخا هدر ندی. تو حیفی تینا. با اون هوشی که داری باید پیشرفت کنی، اما نه اینجا تو کارگاه خیاطی. برو درس بخون. برو کارشناسی ارشد بگیر. این برای روحیت بهتره. سرگرم میشی، آدمای جدید میبینی. خدا رو چه دیدی؟ شاید با یکی از همکلاسیات یا استادای دانشگاه ازدواج کردی. حرفش منطقی بود. اون روزا واقعا نیاز داشتم از فضای تکراری و پر از خاطره کارگاه فاصله بگیرم. با تشویقای سیما دوباره کتابامو باز کردم. شب بیداری کشیدم و بالاخره بعد از چند ماه درس خوندن تو دانشگاه قبول شدم. دنیای جدید دانشگاه، دوستای پر انرژی و پروژه های درسی حالمو خیلی بهتر کرد. انگار داشتم دوباره اکسیژن خالص تنفس میکردم. اون روزا از بس مشغول درس خوندن بودم که کارگاه رفتنم کمتر شده بود. فقط هفته یه بار یا نهایت برای کارهای ضروری میرفتم که به سیما سر بزنم. تا اینکه اون 3 شنبه لعنتی از راه رسید. اون روز درسم زودتر از همیشه تموم شد. از دانشگاه که برگشتم دلم یهو هوای خواهرمو کرد. خیلی وقت بود به کارگاه نرفته بودم. با خودم گفتم بهتره یه سر بزنم کارگاه و سیما رو ببینم. شاید با هم یه چای بخوریم و گپ بزنیم. به همین خاطر راه افتادم سمت کارگاه. وقتی رسیدم دم در کارگاه، یهو در کمال حیرت
ماشین سیامک را دیدم. خشکم زد. ماشینش دم کارگاه پارک بود. یه لحظه خشم مثل آتیش توی رگام دوید. با خودم گفتم آها، بالاخره برگشته تا بیاد التماس کنه. بیاد معذرت بخواد که برگردم پیشش. کور خونده. با همین فکر با قدم‌های محکم و صورتی که از شدت عصبانیت داغ شده بود در کارگاه رو باز کردم. میخواستم برم تو دفتر و با سیامک رو در رو بشم و با بی احترامی از اونجا بندازمش بیرون. وارد کارگاه که شدم دفتر سیما رو نیمه باز دیدم. سیامک تو دفتر سیما بود. داشتن با هم حرف میزدن. صدای حرف زدنشون میومد. فکر کردم سیما داره باش دعوا میکنه. رفتم جلوتر. اما همین که خواستم در رو با لگد باز کنم و برم تو، یهو صدایی از پشت در شنیدم که پاهام رو روی زمین میخکوب کرد. صدای سیامک بود، ولی نه با اون لحن طلبکار همیشگی، با یه لحن آروم و وحشت زده. گوش وایسادم، با خودم گفتم یعنی چی؟ چرا سیما با سیامک گرم گرفته؟ گوشمو تیز کردم و چسبوندم به در چوبی. یه دفعه سیامک گفت سیما، فقط تو میدونی که اون داروهای تقویتی به تینا میدادی باعث مرگ بچه ها شده. یهو با شنیدن این جمله نفسم حبس شد. قلبم انگار تو قفسه سینم ایستاد. صدایی از سیما نشنیدم. فقط صدای نفسهای تند خودم بود که توی اون راهروی باریک میپیچید. دوباره صدای سیامک را شنیدم. این بار با اضطراب بیشتر گفت نکنه کسی بو ببره که ما دستمون توی کاسه بوده. اگه تینا بفهمه ما چه بازی سرش در آوردیم ممکنه از ما شاکی بشه و پدرمون رو در بیاره. سیما با یه لحنی که تا اون روز ازش ندیده بودم گفت به درک، اصلا برام مهم نیست. تینا چوب زیاده خواهیاشو خورده. اون خواهر من بود، ولی کوچکترین ارزشی واسه من قائل نبود. با اینکه از من 2 سال کوچیکتر بود، اما زودتر از من ازدواج کرد و غرور منو با این کارش خورد کرد. دنیا دور سرم چرخید. انگار سقف کارگاه با اون همه دستگاه و پارچه و نخ ریخت روی سرم. زانوام سست شد. دستمو گرفتم به دیوار که نیفتم. سیامک، خواهرم، سیما، یعنی همش نقشه بود. اون داروهای تقویتی که سیما با اون همه مهربونی برام می آورد. اون میوه ها، اون همه مراقبت های افراطی، یعنی همش نقشه بود. یعنی اونا نمیخواستن من بچه داشته باشم؟ چرا؟ به چه قیمتی؟ یعنی سیامک و سیما با هم دست شده بودن؟ باورم نمیشد که خواهرم اونقدر عقده‌ای باشه که منو به خاطر ازدواج کردن قبل از خودش بخواد اونجوری تنبیه کنه. یه لحظه یاد روزایی افتادم که سیما خواستگاراشو رد میکرد. یاد نگاه‌های معنادارشون به هم دیگه. اون روز فهمیدم سیما قبل از من به سیامک علاقه داشته و با ازدواج ما با هم از من کینه به دل گرفته. من اینو نمیدونستم. اون خیلی تودار بود و نمیذاش کسی از افکار درونش با خبر بشه. سیما سیامک رو هم گول زده بود. بهش گفته بود که به بهانه بچه منو طلاق بده. چون میخواست با این کار هم از من انتقام بگیره هم به سیامک برسه. باورم نمیشد که سیما توی اون مدت اونقدر خوب نقشه خواهر مهربون رو بازی کرده که من حتی کوچکترین شکی بهش نداشته باشم. اون لحظه حس کردم دارم خفه میشم. کل زندگیم، کل اون دردی که کشیده بودم، اون افسردگی های مرگبار، اون کتک ها همش حاصل نقشه کسی بود که فکر میکردم فرشته نجات همه. اشک نمیریختم. دیگه حتی اشکی نداشتم. فقط یه بهت مطلق بود. یه خشم سرد که تمام وجودم رو گرفته بود. اونا اونجا داشتن درباره من و بچه‌هایی حرف می‌زدن که هرگز به دنیا نیومدن.
دستمو بردم سمت دستگیره در، ولی یهو دستم لرزید. نمیدونستم اگه برم تو چی کار میکنم. نمیدونستم اون تینایی که اونجا وایساده هنوز همون تینای آرومه یا قراره یه طوفان راه بندازه که همه چی رو نابود کنه. فقط میدونستم که اون لحظه اونجا پشت اون در چوبی تمام دنیای من فرو ریخت. خواهرم تنها پناهم، کسی که فکر میکردم همه زندگیش رو فدای من کرده. شده بود همدست مردی که ازش متنفر بودم. اونا بچه‌های منو از بین برده بودن و من احمقانه ترین بازی زندگیم رو باخته بودم. وقتی از پشت در عقب کشیدم، انگار یه مرده متحرک بودم که فقط میتونه پاهاش رو روی زمین بکشه. نفسم بالا نمی اومد. یه لحظه گفتم برم تو، با ناخونام صورت جفتشون رو چنگ بزنم. هرچی از دهنم در میاد بهشون بگم. اما یه صدای کوچیک توی سرم میگفت تینا، مجازات اونا نباید اینقدر کم باشه. نباید اینقدر ساده از کنار اونا بگذری. باید اونا رو به روش خودشون ادب کنی. اون روز خسته و دل شکسته، مثل یه روح از کارگاه زدم بیرون. پاهام به زور منو تا پارک سر خیابون برد. روی اولین نیمکت سرد و چوبی ولو شدم. صدای خنده بچه‌هایی که اونجا بازی می‌کردن. صدای ترافیک خیابون همه برام دور بود. انگار از پشت یه دیوار ضخیم شیشه‌ای اونا رو میشنیدم. اشکام بی صدا میریخت. این دیگه گریه قربانی نبود. این سیلابی بود که داشت خاکسترهای اعتماد منو با خودش میبرد. چقدر سخت بود که فهمیده بودم خواهرم سیما، که تا دیروز فکر میکردم تنها دوستمه، کسی که توی اون روزای سیاه افسردگی دستمو گرفته بود، خودش تبر دستش بوده برای قطع کردن ریشه های زندگی من. با کمک مردی که پدر بچه هم بود، مردی که منو به خاطر پول به خواهرم فروخته بود. فقط چون سیما یه کارگاه داشت و من نداشتم. اون شب تا صبح چشم روی هم نذاشتم. توی تاریکی اتاقم سقف نگاه میکردم و مدام اون حرفای سیامک و سیما تو ذهنم مثل یه ماشین دیوونه کار میکرد. دیگه اون تینای ساده دل که برای همه چیز گریه میکرد مرده بود. یه حس تاریک، یه آتش سوزان تمام وجودم رو گرفت. حس انتقام. نه، این کلمه کوچیکی بود برای حسی که من داشتم. من میخواستم اونا رو به آتیشی بکشم که خودشون به جون زندگی من انداخته بودن. چند روز بعد نقشم رو تو ذهنم چیدم. سرد و حساب شده. جوری که مولای درزش نره. یه شب وقتی مطمئن شدم سیما خونه است و چراغ کارگاه خاموشه، دست کلید یدک رو که همیشه توی کیفم داشتم برداشتم. براه افتادم سمت کارگاه. دستام نمی لرزید، انگار یه نیروی ماورایی هدایتم می کرد. وقتی رسیدم به کارگاه، سکوت سنگین اونجا بوی پارچه های انبار شده و روغن چرخیاتی ها حالم رو بد می کرد. اینجا همون جایی بود که من سالها جوانیم رو پاش گذاشته بودم. همون جایی که فکر می کردم پناهمه، ولی در واقع زندان من و گور بچه هم بود. دبه بنزینی که از چند روز قبل خریده بودم رو باز کردم. اول ریختم روی میز کار سیما، روی اون دفتر حساب و کتاب که لابد توش قیمت جنایتاشون رو ثبت کرده بود. بعد روی چرخا، روی پارچه های گرون قیمت، روی پرده ها، همه جا ریختم. وقتی فندک رو کشیدم، شعله مثل یه موجود زنده پرید هوا. آتیش حریصانه میز چوبی رو گرفت و بعد مثل یه مار سمی پیچید دور ستونهای کارگاه. گرمای وحشتناکی بود، ولی سرمای وجود من از اون گرمتر بود. برگشتم، در رو بستم و قفل کردم و با قدمهای آروم، جوری که انگار دارم از یه مهمونی شبونه برمیگردم، به سمت خونه راه افتادم.
از دور که نگاه کردم آسمون اون منطقه نارنجی شده بود. لبخندی که روی لبم اومد تلخ‌ترین لبخند تمام عمرم بود. اون شب به اتاقم رفتم و بعد از مدت‌ها با خیال راحت خوابیدم. صبح زود با صدای گوشیم بیدار شدم. گوشی را برداشتم، سیما بود. صدای جیغش توی گوشی پیچید که میگفت تینا بدبخت شدیم، کارگاه آتیش گرفته، همه چی خاکستر شده. چه جملات تسکین دهنده ای. از شنیدن اونا لذت می بردم. بازی بزرگی شروع شده بود. باید نقشم رو خوب بازی می کردم. اون روز نقشی آدم شوکه و وحشت زده رو عالی بازی کردم. با صدای لرزون گفتم چی داری میگی سیما؟ الان میام. با همون ظاهر آشفته و با موهای پریشون و چشمای خیس مصنوعی راهی شدم. وقتی رسیدم کارگاه دیگه کارگاه نبود. یه تلی از آهن مذاب و خاکستر سیاه بود که هنوز دود ازش بلند میشد. سیما، اون زن قوی و مغرور، همونجا وسط خاکسترها نشسته بود و میزد تو سر خودش و زار میزد. همون کارایی که دل منو خنک میکرد. با نقابی که روی صورتم داشتم کنارش نشستم. دستمو گذاشتم روی شونش و به ظاهر دلداریش دادم. ولی تو دلم داشتم بلند میخندیدم. نگاهم به اون اسکلت سوخته ساختمون بود که داشت فرو میریخت و انگار از دیدن اون لذت میبردم. لحظاتی گذشت. ماشین آتش نشانی اومده بود. اما چیزی واسه خاموش کردن نبود. همه چیز سوخته بود. سیما هنوز داشت گریه میکرد و من فقط خیره شده بودم به آتیش زیر خاکستر. اون نمیدونست که این آتیش یه اتفاق نبوده، بلکه یه تسبیح حساب بزرگ بوده. با سوختن کارگاه احساس قدرت عجیبی داشتم. انگار حالا که اون امپراتوری یا دروغین نابود شده بود، من تازه داشتم نفس میکشیدم. اونجا وسط اون خرابه ها تازه فهمیده بودم که چقدر میتونم بیرحم باشم. وقتی که قلبم رو تکه تکه کردن، سیما و سیامک هنوز نمیدونستن که این تازه اول مسیر تاریکیه که من براشون چیدم. من تینای ساده حالا تبدیل شده بودم به یه زن که بازی بازیگرا رو به هم زده بود. آتیش زدن کارگاه فقط یه جرقه بود. یه شروع کوچیک برای خاموش کردن اون همه خشم و دردی که توی دلم تلمبار شده بود. حالا نوبت سیامک بود. اون مردی که با همه تهمتاش، با دست خشمگینش و با اون لبخند پیروزمندانه بعد از مرگ بچه‌هام زندگیم رو تبدیل به جهنم کرده بود. نقشم واسه اون از قبل آماده بود. یه نقشی دقیق و بیرحمانه. وقتی رفتم کنار خرابه های کارگاه، همونطور که سیما داشت مثل یه مرغ زخمی دور خودش میچرخید و گریه میکرد، من رفتم یه گوشه. دستمو کردم تو کیفم و اون دست کلید کوچیک رو که یه قاب عکس کوچولو هم داشت پیدا کردم. یادگار روزهای قبل از طلاق. وقتی که هنوز فکر میکردم با سیامک میتونم یه زندگی عادی داشته باشم. اون دست کلید رو یواشکی وقتی سیما حواسش نبود انداختم بین یه توده بزرگ از آهن سوخته. بعد برگشتم سمت سیما که داشت مثل دیوانه ها دور خودش میگشت. با یه لحن مظلوم و ترسیده صداش کردم و گفتم سیما ببین چی پیدا کردم. این دست کلید سیامکه. یه دفعه وقتی نگاش به دست کلید افتاد صورتش سرخ شد. چشماش گرد شد، انگار یه بمب ساعتی تو وجودش منفجر شد. با خشم آشکار زیر لب گفت پس کار اون عوضی بوده؟ پدرشو در میارم. اینو گفت و با عصبانیت از کارگاه زد بیرون. دیدن خشم سیما، دیدن اینکه چطور آتیش نفرت داشت توی چشماش زبانه میکشید، بهترین اتفاق اون روز بود. سیما با عصبانیت سوار ماشینش شد. منم سوار شدم.
همونطور که داشت دیوانه‌وار با خودش حرف میزد و رانندگی میکرد، من تو دلم داشتم قاه قاه میخندیدم. اونا رو انداخته بودم به جون هم، مثل 2 سگ هار که برای یه تیکه گوشت پوسیده میجنگن. سیما پشت فرمون با چنان سرعتی میرون که هر لحظه احتمال میرفت تصادف کنه. دستشو مشت کرده بود و با دندونهای به هم فشرده زیر لب به سیامک فحش میداد. میگفت میدونم که کار این عوضی بوده. وقتی رسیدیم دم خونه سیامک، سیما پیاده شد و با عصبانیت شروع کرد به کوبیدن در. چنان محکم در میزد که انگار میخواست در رو از جا بکنه. لحظاتی بعد سیامک که انگار انتظار مهمون نداشت، با قیافه متعجب اومد دم در. وقتی سیما رو با اون قیافه برافروخته دید، رنگش پرید. من آروم و بی صدا مثل یه موش ترسیده پشت سیما ایستاده بودم. سعی می کردم قیافه وحشت زده به خودم بگیرم. سیما به محض دیدن سیامک شروع کرد به داد و بیداد و گفت چرا کارگاه منو آتیش زدی؟ سیامک که انگار تازه داشت میفهمید چی شده، با حالتی شوکه گفت من؟ راجع به چی حرف میزنی سیما؟ ولی سیما اون لحظه انگار هیچ صدایی رو نمیشنید. آتیش خشمش از آتیش واقعی کارگاه شعله برتر شده بود. سیما با نهایت خشم یقه سیامک رو گرفت و شروع کرد به هل دادن همدیگه. منتظر همین لحظه بودم. سری گوشی رو در آوردم و زنگ زدم به پلیس و با صدای لرزون گفتم الو، کمک کنید، اینجا دعوای شدید شده، تو رو خدا زودتر بیاین. بعد هم آدرس خونه سیامک رو که روزی خونه خودم بود به پلیس دادم و تلفن رو قطع کردم. عده‌ای از همسایه ها بیرون اومده بودن و عده‌ای از پنجره بیرون رو نگاه میکردن. دعوا بالا گرفته بود. سیما با تمام قدرتش سیامک رو هل داد. صورتش از خشم سرخ بود. سیامک ترسیده بود. یه دفعه دستشو گذاشت روی سینه سیما و اونو هل داد. یه لحظه سیما تعادلش رو از دست داد. با سر خورد به جدول کنار پیاده رو. بعد هم بی حرکت افتاد روی زمین. یه لحظه همه ساکت شدن. سیامک با وحشت به سیما نگاه میکرد. انگار تازه فهمیده بود چه کار کرده. ترسیده بود میخواست فرار کنه ولی دیگه دیر شده بود. صدای آژیر پلیس از دور داشت نزدیک و نزدیکتر میشد. با دیدن سیما روی آسفالت شروع کردم به نقش بازی کردن. خودم رو انداختم کنار سیما و شروع کردم به گریه کردن و گفتم سیما، سیما بلند شو خواهرم. صدای ناله هام، صدای فریادهای سیامک که سعی میکرد بگه من بیگناهم. صدای آژیر پلیس همه قاطی شده بود. پلیسا که رسیدن سیامک رو همونجا دستگیر کردن. من هنوز داشتم مثل بچه ها گریه میکردم ولی تو دلم یه رضایت عمیق داشتم. اونا داشتن تاوان گناه خودشون رو میدادن. گناهی که در حق من و بچه هم انجام داده بودن. لحظاتی بعد آمبولانس اومد. سیما رو بردن بیمارستان. سیما به کما رفته بود. پدر و مادرم که حالشون خیلی بد بود نگران سیما بودن ولی من حتی یه ذره براش ناراحت نبودم. حقش بود. درد اون 2 بچه که هیچ وقت ندیدمشون، اون تهمت‌های سیامک، خیانت خواهرم، همه‌اش داشت توی اون لحظه از وجودم پاک میشد. من انتقامم رو گرفته بودم. سیامک پشت میله ها بود و سیما توی دنیای دیگه. شاید همون جایی که بچه هم بودن. من فقط اونجا ایستاده بودم و با یه لبخند خیلی کمرنگ روی لبم به این فکر میکردم که چقدر تنهایی و انتقام آدم رو عوض میکنه. اون تینای مظلوم مرده بود و حالا یه زن دیگه، یه زن سرسخت و بیرحم جاشو گرفته بود. سیما بعد از چند روز که تو کما بود جونشو از دست داد و داغ سنگینی روی دل پدر و مادرم گذاشت. سیامک هم به جرم کاری که کرده بود تو زندان موند. من به هدفم رسیده بودم
از دوتاشون انتقام گرفته بودم. انتقامی که اونا خودشون از خودشون گرفته بودن و من فقط نقشه یه بازیگر رو داشتم. بازیگری که کینه از خیانت‌ها قلبشو سیاه کرده بود و دیگه هیچ چیزی براش مهم نبود. هرگز باور نمی کردم یه روزی برسه که از مرگ خواهرم ناراحت نشم. کسی که اگه یه روز یه مو از سرش کم می شد دیوونه می شدم. حالا سیما رفته بود. اون همه حرف و طمع و خیانت رو با خودش خاک کرده بود و کمی اون طرفتر سیامک تو آتیشی داشت میسوخت که خودش افروخته بود. آتش انتقام. ممنون که به داستان زندگیم گوش دادین. لطفاً نظرات قشنگتون رو در مورد داستان زندگیم توی کامنت ها برام بنویسین و با لایک، سابسکرایب و هایپ از من و پیجم حمایت کنید. ممنون.